آقا سلام، وقت بخیر. امروز هم روز دومیه که اون چالشه، اون پروژه 90 روزه رو قراره راه ببریمش. اینکه اگر هر از گاهی این سبک مفرد و جمع صحبت میکنم واسه اینکه میگه اگر با خودت هم صحبت کنی بیدار میشی، اگر بتونی با یک نفر دیگه صحبت کنی فراتر از چیزی که هست بیدار میشی، چون بازتاب صدای خودتو داری. تو فروش یه چیزایی رو متوجه شدم تو این مدت. حالا علاوه بر اون چیزایی که دوستان در آکادمیک توضیح میدن، سبک و سیاق خودشون رو توضیح میدن، ولی خب میگن تجربه کردن خطاست، تجربه پدر علمه و از همه مهمتر کسی به گرد تجربه نخواهد رسید. من قرار بر این بود که یه تجربه چندین ساله‌ای که دارم و با شما دوستان و خودم شیر کنم. همه چی رو فروش خلاصه میشه. اگر بتونیم یه مدیریت قشنگی رو فروش داشته باشیم، زندگیمون رو قشنگتر میتونیم هندل کنیم. ارتباطمون با خانواده، ارتباطمون با بچه هامون، با اطرافیانمون، اگر قاعده فروش رو بتونیم برای خودمون هندل کنیم. من عذرخواهم اینکم بذارم، یکم آفتاب شدیده اینجا. حالا پس چی کار میخواد بکنیم؟ یه فروشنده دیسیپلین باید داشته باشه، یعنی نه تنها اون بعد ذهنی مالی که واسه خودش هر روز هر ساعت هی طراحی میکنه رو باید دیسیپلین داشته باشه. دیسیپلین بر پایه نظمه. اگر من نوعی نظم داشته باشم 100 برندم. حالا این نظمه نباید مثلا توی روز من 100 باشم و نه، امروز 10 فردا 90 پس فردا 100 پس فرداش 100 باز دوباره 10. این طبیعیه، این قاعده است، این روتین بدن انسانه. یه روز از خواب بیدار میشه همیشه حس و حال خوبی داریم، یه روز انگار که چه میدونم گاو رود خوابیده. خیلی چالش برانگیزه. ولی در کل اگر همون دیسیپلینه رو داشته باشیم برده رو داریم. خب حالا پس چی؟ میایم یه دیسیپلینی طراحی میکنیم، یه نظمی برای خودمون میذاریم. آقا نظمه اساس کارمونه. میایم چی کار میکنیم؟ میگم آقا من یه تارگتی دارم، این تارگت من میتونه ریالی باشه، میتونه نفری باشه، افراد باشه، میتونه برخورد باشه. یه تارگتی رو برای خودمون میذاریم. حالا اون تارگت رو میایم یه کمی بهش رنگ و لعاب میدیم. رنگ و لعاب دادن هم فقط با نوشتاره. یعنی حداقلش واسه من اینجوری ثابت شده. زیاد آدم مذهبی نیستم، ولی یه چیزی تو قانون کائنات و یه چیزی توی این چرخش فلک، این که خورشید با این عظمتش نه سانتی پایین نه سانتی بالا داره میتابه و همین موضوع داره میگه که آقا و نون و القلم بنویس و یادداشت کن. یعنی صبح که بیدار میشه، خب خارج از اون بحث شوک‌گذاری که حالا یک روز کامل در موردش با هم صحبت میکنیم و یک روز که چه عرض کنم، اگر این چالش رو بخوایم ببریم جلو با هم دیگه، تمام کار ما با همین شوک‌گذاری میره جلو. پایه کار ما با شوک‌گذاری میره جلو. خدایا شکرت. پس برنامه رو برای خودمون آنالیز میکنیم، برنامه‌ای که شب قبلش نوشتیم، برنامه‌ای که بر اساس اون میخوایم روتین کارمون رو انجام بدیم.
یه برنامه باید باشه، یعنی با ایشالله ماشالله، با اینکه من برم فلانی فلان حرفو بزنه، فلانی فلان کار رو بخواد انجام بده، نه، اینا اصلا پیش نمیره. خدا شاهده من توی تایمای فروش که ویزیت میکردم بوده روزی 30 کیلومتر 40 کیلومتر راه میرفتم. نمیگم اون روز فروختم، نه، حتی 1000 تومن هم من در نیاوردم. ولی خب میدونی چی بوده؟ وقتی که شب میرفتم خونه سرمو میخواستم رو بالش بذارم، خب چند تا پوان مثبت رو من خودم حس میکردم دیگه. اولین پوان مثبتی که آقا انقدر خسته بودم که ذهنم به این چرندیات اخبار و چه میدونم همه چی که خودمون در جریانشیم، چه توی ایران، چه تو خاورمیانه، چه توی اروپا، همه به هر نحوی درگیرشن، اصلا دیگه ذهن من نمیرفت. این خیلی برای من نوعی مهم بود و هست. عرض کردم خارج از اون چیزیه که ما قراره ریالی از توش پول در بیاریم و دارم میگم. خب پس من میام اون حسه ای که تو اون 30 کیلومتر 40 کیلومتر راه رفتن رو دارم عرض میکنم. جواب دادن و جواب گویی کار رو نیستش. اوکی؟ بعدش که میخواستم بخوابم، خب یه قانونی هم باز قبل خوابیدن داریم دیگه آقا، این 2 تا 4 تا دیگه. یه 2 تا 4 تاش شکرگزاری که داریم ما توی اون شکرگزاری، خب شکر میکنیم تمام نعمتهای خدا. خب حالا نعمتهای خدا کار کردن دیگه، این نعمتیه که واقعا خدا به ما داده. پس من میومدم آنالیز میکردم کارم. خب امروز رفتم میشه محمد علی حسن یه حرفا رو به من زدن، اینجوری با من صحبت کردن، اینو گفته اونو گفته. ببین این قشنگترین قسمتشه که تو اگر خیلی ذهنت اوکیه و میتونی شب اینو نوت کنی، خب خیلی اوکی، خیلی کارت درسته. و الا یه دفترچه کوچیک کنار کیفت باشه. این کیف ویزیتوریمه. حالا خارج از این ویزیتوریه، چون همونجوری که گفتم خیلی آدم نوتی هم، همیشه اعتقادم روی نوشتاره. برای همون اگر شب اوکی که هیچی، الا از اون پروسه کاری که اومدی بیرون، اون برنامه کاری که داره تموم میشه، بنویس ریزشو بنویس. هیچ سناریویی بدون نوشتن تکمیل نشده. قشنگ یادداشتش کن. مثلا آقا فلان حرف و فلان کس زد، اینجوری برداشت شد، ها اصلا رفتم فلانی فلان حرف در مورد سیاست میزد. تو لازم نیست سیاست مدار باشی، تو لازم نیستش که نمیدونم علامه در باشی، هر چیزی، ها ولی بنویس، یادداشتش کن. این یادداشت کردن چند جا به کمک تو میاد. تو قراره یه روتینی داشته باشی که اون روتین بشه برنامه زندگی تو. خب اون نوشتاره یک نکتهشو عرض میکنم، یک نکته کوچیکشو عرض میکنم، این که شما میتونی بر مبنای اون نوشتارت فیدبک کامل اون روز تو، فیدبک کامل مشتری تو، بازخوردهایی که گرفتی رو در بیاری. حالا اگه اون روز انرژی نداشتی، اونو حتما بنویس که آقا من توی این روز رفتم در مغازه با علی برخورد داشتم، توی این کار، حالا هر چیزی که هستی. من خوشحال میشم با هم در ارتباط باشیم. اگر هر بیزینسی که داری، اگر حتی منم بتونم کمکت کنم، با من در جریان بذار موضوع رو، با هم در موردش صحبت کنیم. ببین من نه دنبال اون ویو گرفتنم، نه دنبال باور کن از این که بخوام پولی در بیاد، نه. من تصمیم گرفتم همونجوری هم که گفتم یک سری اطلاعاتی که خودم به نظرم جالبه و به کار میاد و شیر کنم. این هدف و تارگت من بود که پرانتزی عرض کردم. میبینی تو پیاده روی دارم صحبت میکنم، اصلا موضوعی نیستش که بخواد تو اقرار باشه. پس اون مسیر رو که شما برای خودت جمع بندی کردی، اون نوشتاری که
داری جمع‌بندیش میکنی اینجوری به کارت میاد. اوکی؟ ما طبیعتاً خیلی از کتابا بولد میشه، خب بعضیاش خیلی خوبه، بعضیاش نه، تعارف نداریم. مثلا یک کتابی هستش میگه که قانون 2080. اون 2080 خیلی جاها تو زندگی روزمره ما، خدا رو شکر امروز تو 15 تیر ماه 1405 باد خنکی هم داره میادش. این صدای باد شما رو اذیت میکنه، ولی خب واقعا لذت بخش. اون خدمت دست شود برنامه قشنگه، اون که من بتونم توی اون 2080 برنامه‌ای که میخوام رو پیاده کنم. اوکی؟ حالا اون 2080 توی فروش اینجوری صدا میکنه ما رو، میگه آقا جون 20% مشتریای تو، 20% هدف تو، 80% رو برات کاور میکنه. حالا اون 20% شاید اول چشمگیر نباشه، خیلی سخت باشه، ولی خب نه، کم کم گاماس برات جفتجو میشه. این از این موضوع جمعش کنم، زیاد اذیتت نکنم. توی عرایض هم که در مورد دیسیپلین گفتیم، ببین من قرار از خودم بگم. اوکی؟ من احسان 34 سالمه، این تعریف نیست، این یه چیزیه که اگر زور جاذبه نبود، اگر اون حس لامسه نبود، حسش نمی‌کرد انسان، باید با سر بره تو دیوار از این که من میخوام این موضوع رو تعریف کنم. من از کلاس 4 دبستان بنا به حالا بدبختی، خوشبختی، حالا چی بود که افتادیم توی این گود، به قول شاعر من مال این حرفا نبودم. من رفت تو دستم سیگار. اوکی؟ این سیگار رفت جزئی از مهمترین لایف استایل های من. حالا اینکه داریم صحبت میکنیم گفتم دیگه قرار صاف و صادق با هم باشیم دیگه. من سیگارم روشن میکنم. اما میگن رطب خورده من رطب نمی کند، ولی خب قراره که این پروژه خیلی قشنگتر از چیزی که ذهن انسان طاقت داره کاور بشه، تکمیل بشه. گفتم دیسیپلین، نظم، دیسیپلین لایف استایل، دیسیپلین اون چیزیه که ما رو توش متور کرده. یه پناهیه که ماها درگیرش میشیم به هر طریقی. اون پناهه برای بعضیا مثل من نوعی متاسفانه سیگار شده توی این 20 اندی سال. واسه یه عده من کم اینجا باستم هم صدای باد شما رو اذیت نکنه، همین نور، همین که بتونه راحت تر باهاش روزمرگیشو داشته باشه. ما واقعا تو روزمرگی گیریم، ما توی یه ماتریکس گیر هستیم، نمیتونیم هم از این موضوع غافل بشیم. ولی من یه قولی به خودم دادم که این سیگاری که 20 اندی ساله تو دست منه از زندگیم حذف بشه و واقعا حذف بشه. ببین چی کار باید کرد؟ تجربه پدر علم دیگه پاکت نباید کنار جیبم باشه، دیگه فندک نباید کنار جیبم باشه شپسی بزنم روشن کنم. پس یه برنامه، یه قولی از امروز دارم که این دوتا گزینه دیگه تو من نباشه. یا افتاد دیگه تو من نباشه. من قراره یه احسان دیگه، یه برنامه دیگه ای رو بسازم. پس این از همش مهمتر. علاوه بر این نشخوار ذهنیه.
میخوام یه کلیپ جامع از اون چیزی که نشخوار ذهنی اسمش گذاشته شده و هست صحبت کنیم و اینو کاملا از تو ذهنمون شیفتیلت کنیم. شیفتیلت میدونی بر نمیگرده دیگه، وقتی که بر نگرده مهمه. پس قرار کاملا از ذهنمون پاک کنیم تمام نشخوارهای ذهنی که داریم. اوکی، امروز با خودم عهد میبندم، تعهد میکنم در پایه تمام صحبتهای خودم واستم. تا بعد، یا حق.